سخته، همه چیز تو، پدر مادر تو، خیلی سخته. از همه گذشتن خیلی سخته. با همه اون ترسایی که تو وجودم بود و اینکه نگران بودم برای آینده ویانا، ولی خب از یه طرفم به خودم میگفتم ویانا نباید تو شرایطی که تو بزرگ شدی تو این مملکت نباید مثل تو بزرگ بشه. تصمیمم گرفته بودم و فقط نگران ویانا بودم تا اینکه خب بعد نیم ساعت 45 دقیقه هم دستگیر شدم دیگه. اعتراضشون رو مردم با بوق دارن نشون میدن. همین که زنا، همین باعث شد که صدای ما به گوش جهان برسه. حرکت ما دخترها باعث شد که این حرکت ادامه دار بشه. الان تو کل کشور زنا دارن به هر نحوی به حجاب اجباری اعتراض میکنن. معلومه که به نظرم مؤثر بود.